معماری برند شخصی روز 4. با الان صدای خوبی داری، ولی اگه از جایگاه درستی گفته نشه شنیده نمیشه. اگه ندونی کجا باید حضور داشته باشی، با اینکه انرژی و تلاش زیادی میذاری ولی اثرگذار نمیشی. برندهای موفق اینو فهمیدن. برای مثال گریوی تمام برندش روی ویدیو ساختنه. اگه یه روزی از اینستاگرام و یوتیوب بره، برندش محو میشه. یا اگه دیجیکالا بره تو اینستاگرام محصول بفروشه، مسلما دیده نمیشه، چون مخاطب از طریق گوگل و اپلیکیشن میاد سراغش. پس سکوی برندش میشه سئو قدرتمند و اپلیکیشن اختصاصی. تو باید بدونی کجا راحت تری، مخاطبت کجا فعاله و چه فرم محتوایی از تو بهتر شنیده میشه. اگه این سه تا روشن نباشه، تو داری وقت تو سکویی خرج میکنی که مخاطب نداره. 3 سوال طلایی امروز که باید بهش پاسخ بدی. اگه یه پلتفرم انتخاب میکردی، اون کدوم بود؟ مخاطب هدفت تو کدوم فضا بیشتر فعاله؟ کجا احساس میکنی که راحت تری و میتونی حرفتو بزنی؟ اگه جواب این سوالا رو بدونی، برندسازی از یه کار سخت تبدیل میشه به یه پرتاب راحت و موثر. برای دریافت فایل تمرین امروز 444 رو کامنت کن.